نظام بانکی تاجیکستان در 5 سال اخیر گرفتار بحرانی شدیدی بود، حتی تا جایی که پرزیدنت امامعلی رحمان آن را ترمز اساسی در راه رشد اقتصادی کشور نام برد. همصحبت امروزه من نفر است که در اوج این بحران تشکیلات قرضی تأسیس داده وارد نظام بانکی شد. نام تشکیلاتش را هم الف گذاشت تا به قبل مؤسسانش چون حروف نخست الفبای عربی قامت راست و موقع قوی داشته باشد. اما در 5 سال بحران بانکی تا کجا قامت الف را خم کرد؟ در عموم چرا نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد و چه آینده در انتظار آن است؟ سال 2014 بعد از یک دوره رشد نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضی خود را سازمان دادید. میگفتید که این 4-5 سال برای تشکیلات قرضی الف سرمایه چگونه سپری شد؟ عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنک ما، در طرز کار ما فرقیت‌های معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرفه‌کارانه کار میکردیم. تا امروز دوره‌ای هست که مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی است که وقتی یگان نفر برای کار شخصیش یگان چیز چاپ کردنی است، اجازت میپرسد که من 4 ورق چاپ کردنی هستم، زید نیسته؟ ما میگیم نه، یگان جا نداره، پرابلم نیست. بعدا پگاهش با میبیانه چند ورق دیگر میبرم، میمونم میگن که من دین از مالی کارخانه استفاده کردم، همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مالی کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرفه‌کارانه عمل کردن در فرهنگ ما هست که همین چیز ما رو بقوت میکند، که همین چیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. به نظر شما سبب‌های اصلی به بحران رفتن نظام بانکی و به کسادی دچار شدن کلانترین بانک‌های تاجیکستان در چه است؟ اساس همین سرچشمه همون مشکل رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است. چیزی که میتواند در دلخواه ساحه، نه تنها ساحه بانکی و دلخواه دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت‌های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. قرض‌هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشد، انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفرها را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین ساحه باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشودنی است. ما خوب درک میکنیم. بانکداران سابقدار و بخصوص برخی از مؤسسان بانک‌های خصوصی در 2-3 سال اخیر از وجود بعضی بازی‌های پس پردگی صحبت کردند و محض همین مشکل را یکی از سبب‌های اصلی به بحران رفتن نظام بانکی خوانده بودند. برخی هم درباره فشار و درباره از خودکنی تجارت موفق هم صحبت کردند. برای شما یا این مشکلات ها آشنا هستند؟ راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. حساب میکنیم که از همه چیز مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشد. اندازها باید پرداخت اندازها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار می شود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر می شود تا اندازه فروش همان مال یا محصول زیادتر می شود و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحبکارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپارند، زیادتر شود اندازه. یکی از مشکلات‌های بانک‌های تاجیکستان این بلند بودن فایزهای قرضی برای صاحبکاری گفته می شود. این مسئله هم به قبل یک ترمز و یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما تا کجا درک این مسئله در سطح تصمیم گیرندگان نظام بانکی تاجیکستان وجود دارد؟ این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاه بازار آزاد به همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود، نرخ او بلند می شود و اگر برای صنعی
мо кӯшиш кунем ки ҳамон чиза нархаша паст кунем, ҳамеша бозори сиёҳ пайдо мешавад. ба фикрам ҳама дарк мекунад, аз бонки миллӣ то мақомотҳои дахлдор кӯшиш мекунанд ки фоизҳо паст шаванд. аммо ира бо роҳи сунъӣ, бо роҳи маҷбурӣ кардан масъаларо ҳал намекунад.